تماشابینان عزیز، امروز برایتان سر یک کشتار دهشتباری که در شهر قرغانتپه ولایت ختلان صادر شده است حرف خواهیم زد. کشتاری که ساکنان ولایت و هر نفری که از آن واقفند به دهشت آورده است. سر کوچه و بازارها ورد زبان مردمان وحشت زده گشته است. حوادث 3 نفر نابالغی که بیرحمانه به قتل رسیدند. قتل شاه جهان 7 ساله، لاوبری 12 ساله و نرگیزه 15 ساله. این جوانانی که شادمانی و خوشنوایی را در عمر کوتاه خود می پرستیدند، با خنده و مستی خود دنیای والدانشان را روشن‌تر و صفابخش‌تر می کردند. هستی این 3 فرزند کوچک و مهربان والدگی روح پدر و مادر آنها بود، زیرا تولید طفل در عائله سالم شادمانی و خوشروزی والدین خواهد بود. آزار فرزند را دیدن به دل پدر و مادر مثل رسیدن تیر پیکان به نشان است، چون دلکش و شنیدنی است که فرزند میوه عمر انسان هاست. حتی که قسمتی برگشته به این عائله اتفاق یگانه آشنایی را نپذیرفت و گویا ابر سیاه آسمان روشن عمرشان را فرا گرفت، بنیاد افسانه‌زای هستیشان را برهم زد، شرخ زیستن را از نهاد پدر و مادر بیرون انداخت و به غیر صبر و تأمل برایشان چاره نمانده. خبر تلفنی که روز 16 دکبر سال روان به شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه وارد شد، دریافت جسد 3 نفر فرزندان نابالغ در کوچه زرژینسکی رقم 9 شهر قرغانتپه در عائله بیگنظرها بود. اویدی شدن کشتار نابالغان عائله بیگنظرها با سپارش بیوسته وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال پارکان کمیسا خواروف گروه مخصوص تأسیس داده شد که در حیات گروه سردار ریاست کارگاه جنایی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پارکان کمیسا اوریپ نورلو و عباریت و حیات شخصی ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان کارمندان پروکراتوری ولایت و شهر قرغانتپه اینچنین کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه شامل بودند. در نتیجه گذراندن کارهای فوری جستجویی شهروند ساکن شهر دوشنبه از سال 2009 استقامت کننده شهر قرغانتپه سعید و فردوس محمدی سال 1990 تولد شده است دستگیر کرده شد که در صادر نمودن این جنایت پورا اخبار شد. 16 دکبر سال 2010 در شهر قرغانتپه جنایت رسمی صادر شد که تمام اهالی شهر را به تشویش آورد. تخمینا ساعت‌های 18 بیگاه به شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه خبر درباره یافت کردن 3 نفر جسد نابالغان در کوچه زرژینسکی داخل شد. برای داخل شدن خبر فوری کارمندان فوری شعبه کارهای داخلی شهر قرغانتپه، کارمندان پروکراتور شهر قرغانتپه، از آن جمله کارمندان پروکراتور ولایت و ریاست کارهای داخلی شهر ولایت ختلان به جای حادثه آمدند. در بدن هر 3 نابالغان بیگنظر نرگسه، بیگنظر لاباشخان، بیگنظر شاهجهان زخم‌های خرد معین کرده شده است. این زمان از طرف پروکراتور نسبت سعید فردوس با ماده 104 قسم 2 بندهای آب ب 249 قسم 4 بند ب کار جنایتی آغاز کرده شده است. تفتیش ادامه دارد. خون ناحق ریخته شد، خونی که بر ریختنش فردوس سعید حق نداشت، زیرا عالم جان بیگنظرف پدر فرزندانی کشته شده فردوس را در قطار شاهجهان و لاوبر و نرگیزه پرستاری میکرد، و او راه و روش تجارت را میآموخت، او را فرزند خواند میگفت، بیخبر از آن که در اون دل فردوس چه نیت و آرمانهای غیر انسانی است. حتی خواهش کوچکترین فردوس که $10,000 آمریکایی بود اجرا نمود و او این مقدار پول را که گویا برای رشد تجارت بود دریغ نداشت. اگر در دستم خرد می داشتم پدرشان را هم می کشتم. بی‌پروایانه می گوید فردوس حین پرسش. نام و نسب زادگاه کجا است؟ چند ساله هستی؟ سعید فردوس محمدیش 1929 نوامبر شهر دوشنبه در شهر قرغانتپه با چه کسان شد؟ تجارت. من حادثه که در شهر قرغانتپه رخ داد کشتار 3 نابالغ. به همین کشتار دست داری؟ دست دارم.
من سن نوبالی در شهر خرمانتپه که ایشیدایی بود کارا ما کردم. 13 سعید که همگی 18 سال دارد در نظر جوانی قدرس و بی‌آزار می‌تابد بدون آنی که او خونی بی‌باک است که از خودسری و خودپرستی خویش افتخارمند است. متکبری است که در این یک لحظه از خون آدم دریا ساخته است گویا پیرو شیطان علیه الله می باشد. این لحظه ها شاید پدر و مادر فردوس مثل آغشته اندوه و غصه در گوشه اختیار دارند و چگونه دستان خود چنین فرزند را به وایه رسانیدند حیرت زدند. باور ندارند که جگربندی به صد ناز و محبت پروردهشان شهری را به ماتمسرا تبدیل داده است. پس بشنویم خود فردوس در این موضوع چی میگوید. سبب چی بود که با همین کشتاری 3 نفر نوبالی سبب همون بود که پول گرفتم از خونهشون یا اومدم خونه که اولی رفتن کردم که پسرش بگیرم هم بعدا همین پای پول شده پسرش کارکتی زدم. وقتی که پسرش رو با کار میزدی شاه جهانی 7 ساله رو یگان التماس خواهیش نمیکرد وقتی با کار میزدی؟ چی میگفت؟ دادزده التماس کرد نرسیده و میدونید که حاضر از دست کردی تو به هلاکت میرسد؟ نه من نمیدونست. بعد چی شد؟ بعد هیچ من چیزوای کارا کردم پولا گرفتم با بازار رفتم با سالی با هم خونه آمدم. بعدی که با کشتار شاه جهان دست زدی با مقصد پیدا شد که دیگر فرزندش رو نیز به قتل آسانی همیخه چی خیلی شدیم؟ من درش تخت کردم و هیچ کنم بود خریدش داده سیمان بود من درش نمی کردم در آمدم. کی بود ویش؟ من خواهرش اپاش بود. چی نام داشت؟ لوبارخان بود. لوبارخان من در آمد دادرش دیدم من سینما دنیا کردم دوزه هر ساعت که من کدایی کارم خسته وای کدایی بود که من این نشم زدم یکی مدار بازم این نشم زدم که کارم با کردن زدیم؟ کارم شکستم کار دفاع کردم مالشگاه چیختم پشتگیم نشم. سیومش حدیث با مادر رفته سودم که ایشم اومده سر بود با من این قیده دادم این کار در اومده اینش نه که کرده خودش آورده مانده اون کار دارم بیا کار آورده سیاه سفران بود من آورده نشم هم کردم تلفن کردنی بود که شما کارکتی زدم. بعد میخواست با مادرش زنگ زند در این مورد شما؟ من اینه کارکتی زدم. چی حس فرا گرفت شما رو وقتی که همین 3 نفر به قتل میرسوندید؟ یکم قتل در خودم بودم نه که باید که این کار کردم خودم موشک رنگ گم کردگی حس کردم. یک ترس یک گویی که ارواح زدگی بوده به خود مونده بودم. آغشته خون دیدن و از این حال لذت بردنش و چگونه به کشتن آدمان جرأت داشتنش را پرسان شدم. جوابی دقیق و کامل برایم داد که حتما باید مورد توجه عامه قرار داشته باشد تا دیگر فرزندان ما که با هزار امید آنها را پرورش میکنیم خطاهای کرده این جوانی را گم کرده جاهل را تکرار نکنند. وقتی که همینا را میکشتن هر یک اونا در دست جان میدادن خیر چی التماس میکردن وقتی جان رو من است؟ هیچ التماس نمیکردن وقتی زدن و داد میزدن نرست التماس نکردن تمام جاش با احیان دادن ولی شاید بلوش رو مختار یعنی همراهی پدر اونها که از این حالت خبردار نبود همی خیر؟ خبردار نشود بودن کچی دوشنمی رفتن و همین جنایت است البته من قتل 3 نفر نوپولی حاضر در همین حالت چی حس میکنین فردوس؟ خوب بود. با من میگفتی که کردزنی از کجا یاد گرفتی؟ بسیار کلمه‌های روز باید تماشا میکنم. یعنی در اونجا تماشا میکردی و میدونستی که با کرد آدم رو کشتن ممکن است؟ ممکن است. مثلا فیلم های دوست داشته بودن؟ دوست داشتم. یعنی از همه فیلم ها زیادتر فیلم های همین وحشانیت داشته رو هم؟ کارا من کردم هر چیز خودم با کار کشتم و گناهکار اساسی هستم. بعد از آنی که با چند سوال جواب گرفتم اندیشه های ناآرام خیالم را آزار میداد زیرا میخواستم از او بیشتر و بیشتر سوال نمایم و جوابهای را با عذر و ناتوانی هایش بشنوم. پریشانی و پشیمانی نابراری و خطاکاری بی‌اندیشه آنش را از زبان خودش شنیده میخواستم اما این گونه نبود. در چشمانش آتشی رذالت فروزان بود. میخواست هر یک جسمی که در برابرش میدرخشد خونش را بریزد.
او را با دستانی بسته از پیش نظرم می بردند و نگاه نفرت آورش نسبت ذات آدم خسته نمی شد. به خاطر پریشان خود را با زمزمه بیت آرام می کردم: حیفیان عمر که قربان جهالت گردد، اگرش در طلب مهر فراهم نکنی. در بدن هر سه نابالغان بنظر نرگسه، بنظر لوباشخان، بنظر شاهجهان زخم‌های خرد معین کرده شده است. این زمان از طرف پروکاتورا نسبت سعیدов فردوس با ماده 104 قسمی 2 بندهای А, Б, Е 249 قسمی 4 بند Б کار جنایتی آغاز کرده شده است. تفتیش ادامه دارد. خون ناحق ریخته شد، خونی که بر ریختنش فردوس سعیدов حق نداشت، زیرا علیمجان بیگنظرov پدر فرزندان کشته شده فردوس را در قطار شاهجهان و لابر و نرگیزه پرستاری میکرد. با او راه و روش تجارت را میآموخت، او را فرزند خواند میگفت، بیخبر از آن که در اون دل فردوس چه نیت و آرمانهای غیر انسانی است. حتی خواهش کوچکترین فردوس که $10,000 آمریکایی بود اجرا نمود و او این مقدار پول را که گویا برای رشد تجارت بود دریغ نداشت. اگر در دستم کارد می داشتم پدرشان را هم میکشتم. بی‌پروایانه میگوید فردوس عین پرسش: نام و نسب زادگاهت کجا است؟ چند ساله هستی؟ سعید فردوس محمدیش 1990 29 نوامبر شهر دوشنبه در شهر قرغان‌تپه با چه کسان شد؟ تجارت. من حادثه‌ای در شهر قرغان‌تپه رخ داد، کشتار سن و بالغ. با همین کشتار دست داری؟ دست دارم. این سن و بالغ در شهر قرغان‌تپه که شده بود کارم کردم. فردوس سعیدov که همگی 18 سال. تماشابینان عزیز، امروز برایتان سر یک کشتار دهشتباری که در شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان صادر شده است حرف خواهیم زد. کشتاری که ساکنان ولایت و هر نفری که از آن واقفم به دهشت آورده است. سری کوچه و بازارها ورد زبان مردمان وحشت زده گشته است. حوادث 3 نفر نابالغی که بیرحمانه به قتل رسیدند. قتل شاهجهان 7 ساله، لابری 12 ساله و نرگیزه 15 ساله. این جوانانی که شادمانی و خوشنوایی را در عمر کوتاه خود می پرستیدند، با خنده و مستی خود دنیای والدانشان را روشن‌تر و صفا بخش‌تر می کردند. هستی این 3 فرزند کوچک و مهربان والدگی روح پدر و مادر آنها بود، زیرا تولید طفل در عائله سالم شادمانی و خوشروزی والدین خواهد بود. آزار فرزند را دیدن به دل پدر و مادر مثل رسیدن تیر پیکان به نشان است، چون دلکش و شنیدنی است که فرزند میوه عمر انسان هاست. حیفا که قسمتی برگشته به این عائله اتفاق یگانه آشنایی را نپذیرفت و گویا ابر سیاه آسمان روشن عمرشان را فرا گرفت، بنیاد افسانه‌زای هستیشان را برهم زد، شرخ زیستن را از نهاد پدر و مادر بیرون انداخت و به غیر صبر و تحمل برایشان چاره‌ای نمانده. خبر تلفنی که روز 16 دکبر سال روان به شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه وارد شد، دریافت جسد 3 نفر فرزندان نابالغ در کوچه زرژینسکی رقم 9 شهر قرغان‌تپه در عائله بیگنظرov بود. اویدیک شدن کشتار نابالغان عائله بیگنظرov با سپارش بواسطه وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان دارد. در نظر جوانی قدرس و بی‌آزار می‌تابد، بدون آنی که او خونی بی‌باک است که از خودسری و خودپرستی خویش افتخارمند است. متکبری است که در این یک لحظه از خون آدم دریا ساخته است، گویا پیرو شیطان علیه می باشد. این لحظه ها شاید پدر و مادر فردوس مثل آغشته اندوه و غصه در گوشه اختیار دارند و چگونه دستان خود چنین فرزند را به وایه رسانیدند حیرت زدند. باور ندارند که جگربندی به صد ناز و محبت پروردهشان شهری را به ماتمسرا تبدیل داده است. پس بشنویم خود فردوس در این موضوع چی میگوید. سبب چی بود که با همین کشتار 3 نفر نابالغ دست گرفتم از خونشون یا اومدم خونه که اولی رفتن کردم که پسرش گرفتم. هم بعدا همین پای کلشیده پسرش کارکتی زدم. وقتی که پسرش رو با کار میزدی شاهجهانی 7 ساله رو یگان التماس خواهیش نمیکرد وقتی با کار میزدی؟ چی میگفت؟ دادزده التماس کرد نرسیده و میدونید که حاضر از دست
کردی تو به هلاکت میرسه. نه من نمیدونم. بعد چی شد؟ بعد هیچ ما چیزای کارا کردم پولا گرفتم با بازار رفتم با مسئله با هم خونه آمدم. بعدی که با کشتار شاه جهان دست زدی با مقصد پیدا شد که دیگر فرزندش رو نیست به قتل آسانی همیشه چی خیلی شدیم؟ من درش تخت کردم و هیچ کنم بود خریتش داده سیمان بود من درش نمی کردم در آمدم کی بود ویش؟ گنرال پارکونیکی میلیسا خواروف گروه مخصوص تأسیس بوده شد که در حیات گروه سردار ریاست کودکوی جنایی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پارکونیکی میلیسا اولیپ نورلو رهبریت و هیئت شخصی ریاست کارهای داخلی ولایت خرطوم کارمندان پرکراتوری ولایت و شهر قربانتپه اینچنین کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر قربانتپه شامل بودند. در نتیجه گذراندن کارهای فوری جستجویی شهروند ساکن شهر دوشنبه از سال 2009 استقامت کننده شهر قربانتپه سعید فردوس محمدی سال 1992 تولد شده است دستگیر کرده شد که در صادر نمودن این جنایت پولای خور شد. 16 دکتر سال 2010 در شهر قربانتپه جنایت رسمی صادر شد که تمام اهالی شهر را به تشویش آورد. تخمینا ساعت‌های 18 دیگر با شعبه کارهای داخلی شهر قربانتپه خبر درباره یافت کردن سه نفر جسد نابالغان در کوچه زیرزمینی داخل شد. ولی داخل شدن خبر فوری کارمندان فوری شعبه کارهای داخلی شهر قربانتپه کارمندان پرکراتور شهر قربانتپه اعضای جمله کارمندان پرکراتور ولایت و ریاست کارهای داخلی شهر ولایت خرطوم خواهرش اپاش چی نام داشت؟ لوبرخان بود. لوبرخان و درما دادرش دیدم من سینما دنیا کردم دوزه هر ساعت که من کردن این کارم راه بکرد خسته وای کردن بود که من اینشم زدم یکم مدار بازم دینش ازم که کارم شکست با کردن زدیم؟ کارم شکستم کار دفعه کردم بالشگاه چیختم پشتگی نشم سیومش ام حدیث با مادر رفته سردم که ایشم اومده سر بود با من ایم قید دادم این کار در اومده اینش نه که کلده خودش آوردد مانده اون کار دارم بیا کار آورده سیاه سخران بود من آورده نشم هم فکر کردم تلفن کردنی بود که شما کارکتی زدم بعد میخواست با مادرش زنگ زند در این مورد شما من اینه کارکتی زدم چی حس فرا گرفت شما رو وقتی که همین سه نفر به قتل میرسوندید؟ یکم قتل در خودم بودم نه که باید که این کار کردم خودم موجه رنگ گم کردگی حس کردم یک ترس یک گویه که همون ارواح زدگی بوده به خود مونا بودم آغشته خون دیدن و از این حال لذت بردنش و چگونه به کشتن آدمان جرأت داشتنش را پرسان شدم. جوابی دقیق و کامل برایم داد که حتما باید مورد توجه عامه قرار داشته باشد تا دیگر فرزندان ما که با هزار امید آنها را پرورش میکنیم خطاهای کرده این جوانی را گم کرده جاهل را تکرار نکنند. وقتی که همینا را میکشتن هر یک اونا در دست جان میدادن خیر چی التماس میکردن وقتی جان رو است